یک سلام پر از عشق و محبت و سعادت و سلامتی برای همگی شماها عزیزان. در ویدیو قبلی من کوفته عراقی درست کرده بودم که ویدیوش گذاشته بودم و گفته بودم که بر من لطفا کامنت کنین که اگر دوست دارین من براتون درست میکنم. بسیاری کسان نوشته کرده بودن که بله ما خوش داریم که درست کنیم و بسیاری کسان گفته بودن که این کوفته از عراق نیست، این از کرداست و بعضی ها گفته بودن که این کبسته و خب کامنت ها بسیار زیاد بود و بعضی ها گفته بودن که مزه‌دار نیستن و به این خاطر میخوایم براتان بگویم که ما این کوفته را از مردم کرد عراق یاد گرفتیم و اونا برای من گفتن که این کوفته عراقی است. خب از هر جای که است نه مهم نیست که از کجا است، مهم این است که یک چیز است که آدم میتونه درست کنه، بخوره، ببینه خوشش میایه یا نمیایه. حالا خب من خوشم آمده بود، من اینو بر اختیار شما گذاشتم و خواستم اگر دوست داشتین براتون درست کنم. و فارسی مقدر خوب نیست، معذرت میخوایم اگر در کلماتم اشتباه من به بزرگواریتان ببخشین. و بسیاری کسا کامنت های منفی مانده بودن، اونا رو خداوند هدایت نیکی بده، انشالله در قلبایشان صلح بیاره، در قلبایشان دوستی را بیاره، عشق بیاره که برای اینقدر زندگیشان خوب و آرام شوه که اونو وقت بتانن برای یک نفر دگام یک چیز خوب کنن. خب خلاصه نمیخوایم شما را زیاد وقتتان بگیرم، براتان آرزوی سلامتی و عشق و محبت و هرچی که خوب است برای شما آرزو میکنم. خب من براتان نشان میدم خمیر از این چه رقم میشه. اوکی. خب مثل که اینجا میبینین اینی که است برغل است، این تو میده شدگی است برغل که ما ایرا این تو گیلاس گرفتیم. از این 2 گیلاس کار دارم. نظر به ایست که شما چقدر میخواین کوفته عراقی کوفته کردی درست کنین، حال باش کس خفه نشه. خب من از این 2 گیلاس کار دارم، گیلاس دوم و این قدرم آرد برنج کار دارم. نمک 1 قاشق چای خوری مندازم، آب گرم، کمدگام. این نظر به ایست که برغل زود او جذب میکنه، نی میفهمینی را این قدر کمه که او در سرش باشه. میبینین این قدر تقریبا من این تو 1 بوتل پر گرفته بودم. یک کم دیگه مندازم. این را میمانیم برای نیم ساعت که او خوب جذب کنه. خب نیم ساعت گذاشته، این خوب او جذب کرده. دیگه براتون نشان بدم که از او این قدر کمش مانده. میبینین این قدر دیگه. این را من براتون ناله باید این مشت شده خوب صحیح، باید مشتش کنین. که میبینین من این خوب این تقریبا 3 دقیقه است که مشت میکنم. خمیر ما آماده است. اینال میریم و تیار کردن گوشتش چه رقم میشه. ایرم میمانم اون طرف. اوکی. ما پیاز گرفتیم. این پیاز که خورده است، از این خاطر 3 دانه گرفتیم. اگر پیاز تا کلان بود میتونین 1 دانه پیاز خوب کلانه بگیرین یا 2 دانه پیاز متوسط بگیرین.
سیرم این قدر. خب پیازا رو این رقم خرد ریزه کنین. ببینین گوشت این رقم خرد ریزه کنین. اوکی میره که داغی آره ششتمش. پیازایی که ریزه کرده بودین اینم در سرش نتر پرتین و اینم مطور گرد کنین و پخته کنین. حال نشان میدم چه رقم. مساله مرچ سیاه رقم که هر چقدر که دوست دارین. مرچ سرخان بندازم ما. نمک اونا گفتن امانه هر کس با سلیقه خود ایره درست میکنه هر رقم که میخوایم. داخلش شما میتونید داخل از دیگه چیزا پرتین. مال ندارم نرمال میتونستم درونش جعفری پرتم یا گشنیز پرتم یا مثلا کرفس برگایش بندازم. آره من از اون چیزا ندارم و نبنداختیم. شما میتونید پرتم دوست داشته باشین و سرش رو بسته کنیم مانندمون تفت خود از این پخته شود. اینجا مدادان پیاز دیگر را اضافه گرفتیم برای سوسش که سوسش چه رقم درست کنیم. اینجا ما پیازا را برای سوس اینه مثل میده کردیم. پیازا در یک مندازی کمک روغن و پیازا میمونیم اجازه میدیم که سرخ شود. والا گفتن امالا سوس را گفتم براتان سلیقه ایست. هر کس به سیستم خود جور میکنه هر رقم که میخوایم. مثلا بعضا اصلا پیاز نمندازن مثلا کرفس سرخ میکنن کمک رب مندازن باز او مندازن جورش میکنن یا کانتو مثلا جعفری مندازن سرخ میکنن. من نرمال جعفری هم داخته بودم در ویدیو قبل اما آل ندارم خلاص شده. آل تنها این پیاز دارم و یک کمک سوس از اون فرمی مونده او را در ابرش یک جای میکنم. شما میتونین حتی گوشت بندازین. گوشت گوسفند مثلا گردن یا مثلا دست گوسفند یا مثلا جایی که یکم چربی داره و بسیار مزه دارش میکنه. خب مثل که میبینید کوفتی ما آماده شده یعنی گوشتش. کمک سیرم رایش کردم. خب پیاز که نوت سرخ شد رو با مندازم. رو با یک دو چرخ میتیم. رو با یک قاشق نانپولی گرفت. سیر اضافه میکنیم و این رو یک چرخ میتیم. خب اینجا نمک و مرچ سیاه و زرچوبه و جوار لیمو هر کدام اونم قدر که دوست دارین میتونین پرتین. اینجا اضافه میکنیم. او که جوش خورده اضافه میکنیم. اینال خمیرش درست میکنیم. خمیر درست کردیم اینال پر کردنش نشان میدم. دستایتون تر میکنیم. اینه تو کمک میبینین اینه قدر دستانه تر میکنیم. اینه تو ایده اوار میکنیدشن خوب سعیم میتر داخلش خوب باز میکنیم. اونا بسیار مقبول جور میکنم که ما یا قدر هنوز بلد نیستم اما تو میکنم که مقصد گوشت جای شدیم. گوشت در داخلش اینه تر میمانیم. خوب زیاد باید گوشتش مونده شود. اینالی رو پس جمع میکنیم. باید یک شکل بیایم مثل بشقاب پرنده آره. اوکی و این رو مندازیم در داخل هوا که جور کردیم و لطفاً سر از این رو بسته نکنین. اگه بسته کنین این میشاره اما تو باید باز باشه تا آخره. نیم ساعت کار داره که پخته شود. هر وقت که کوفته ها بالا آمد یعنی میفهمید که پخته شده. اوکی همونطور که میبینین کوفتی ما آماده شده قابل خوردن است و یام است داخلش. میبینین جایتان خالی دوستان عزیز. تا ویدیوی بعد شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداحافظ.